سلام. توی فصل دوم به مبحث انواع سیالات حفاری میپردازیم. تقسیم بندی های مختلفی برای سیالات حفاری وجود داره، ولی من اینجا مهمترینش رو خدمتتون آوردم. سیالات حفاری به طور کلی به 3 دسته پای آبی، پای روغنی و پای گازی تقسیم میشن که هر کدوم از اینا خودشون یه سری زیر شاخه داره. سیالات پای آبی به 3 بخش اینهیبیتیو، پلیمر و نان اینهیبیتیو تقسیم میشن. اینهیبیتیو شامل سیالاتی که در مقابل تورم شیل از خودشون مقاومت نشون میدن و در واقع تورم شیل رو به تأخیر میندازن، که خود سیالات اینهیبیتیو شامل کلسیم بیس ها، سالت واتر بیس ها و پتاسیم بیس هاست. دسته بعدی سیالات نان اینهیبیتیو هستن که برعکس سیالات اینهیبیتیو در مقابل تورم شیل هیچ مقاومتی از خودشون نشون نمیدن، که شامل کلیر واتر، نیتیو، بنتونایت واتر و لیگنایت یا لیگنوسولفونایت که جزو دیفلاکیولیتد ها هستن. هر کدوم از این زیر مجموعه ها هم جلوتر خدمتتون توضیح میدم. سیالات پای روغنی بسته به این که در واقع این روغنش چی باشه به زیر مجموعه های گازوئیل، سیالات سنتزی و سیالات امولسیون معکوس تقسیم میشن. سیالات پای گازی. سیالات پای گازی زیر مجموعه های بیشتری دارن که شامل گاز خشک یا درگسه، مه یا همون میسته، گل حوادیته یا ایریتد ماده و کف پایدار، کف ناپایدار و کف فشرده هستش. فاکتورهای مؤثر در تعیین نوع سیال حفاری. اولین فاکتور مهمی که هست هزینه است. بحث هزینه باعث میشه که ما در واقع توی انتخاب سیال حفاریمون خیلی دقت کنیم و همیشه سیالی رو انتخاب کنیم که کمترین هزینه رو واسه ما در بر داره. نوع سازند، محدوده دمایی، مقاومت، نفوذپذیری و فشار سیال درون سازند، کیفیت آب و میزان دسترسی به آن. در واقع بعضی جاها ممکنه مثلا خود چاه درونی دریا باشه که خب میایم از آب دریا استفاده میکنیم، تصفیهش میکنیم و به درون چاه تزریق میکنیم. ممکنه نزدیک یه رودخونه باشیم، ممکنه نزدیک یه تصفیه خونه آب باشیم. بسته به هر کدوم از این شرایط ما ممکنه از آبهای مختلف استفاده کنیم که خود کیفیت این آب روی کیفیت دوغاب نهاییمون بسیار تاثیر داره، هم بحث دوغاب سیمان و هم بحث خود گل حفاری. و در نهایت شرایط محیط زیستی. توی بعضی از کشورها ممکنه به شما اجازه ساخت بعضی از سیالات رو که در واقع برای محیط زیست مضر هستن ندن بهتون. به طور کلی سیالات حفاری به 2 تا فاز اصلی تقسیم میشن. فاز پیوسته یا خارجی که continuous or external phase هم میگن، فاز ناپیوسته یا داخلی یا افزودنی که همون internal phase یا additive. پس دقت کنید که فاز خارجی اسم دیگرش فاز پیوسته است، فاز داخلی اسم دیگرش فاز ناپیوسته است. خب حالا فاز پیوسته یا خارجی چیه؟ تشکیل دهنده اصلی سیال حفاری که سایر ذرات درون اون هستن. فاز ناپیوسته یا داخلی چیه؟ سایر مواد موجود در سیال حفاری، در واقع هر ماده‌ای به غیر از ماده اصلی تشکیل دهنده سیال حفاری جزو فاز ناپیوسته محسوب میشه. تقسیم بندی سیالات اسلاید قبل که خدمتتون گفتم بر اساس همین فاز پیوسته صورت گرفته. نکته: فاز پیوسته سیالات پای آبی یا همون واتر بیس مادا آب، فاز پیوسته اویل بیس مادا مشتقات نفتی مانند گازوئیل و همچنین در سیالات گازی فاز پیوسته ممکن است هوا، نیتروژن و یا گازهای طبیعی باشه که جلوترم مفصلتر خدمتتون میگم. قبل از اینکه وارد زیرشاخه‌های هر کدوم از سیالات حفاری پای آبی، پای نفتی و پای گازی بشیم، توی چند تا اسلاید
میخوایم راجع به شیمی رس باهاتون حرف بزنیم. اصلا رس چیه؟ رس‌ها کانی‌های معدنی هستند که چون خیس شوند پلاستیسیته ایجاد میکنن، یعنی چسبنده میشن. رس‌ها دارای شیمی بسیار پیچیده‌ای هستند، به طوری که تاکنون در واقع بحثی از خصوصیاتشون اصلا شناخته شده نیست. رس‌ها را میتوان به دو دسته آبدوست و غیر آبدوست تقسیم بندی کرد. رس‌های آبدوست که کاربرد زیادی در صنعت حفاری دارند میتوانند در مجاورت آب مقداری آب را به خود جذب کنند، مانند مونتموریلونیت، در حالی که رس‌های غیر آبدوست به راحتی آب جذب نمی‌کنند، مانند ایلیت. برخی از خواص کلویدی رس‌ها که در کنترل خواص فیزیکی گل حائز اهمیت بسیار هستند. در واقع ما میایم از این خاصیت رس‌ها توی گل حفاری استفاده میکنیم. اولین خاصیتش قابلیت تبلور و آبدار شدن دارند و در محیط‌های آبی به خوبی پراکنده و پخش میشن. دومین خاصیتشون، رس‌ها روی ذرات خود بارهای الکتریکی دارند و به واسطه همین نیروها حرکت میکنند. و سومین مورد که خاصیت بسیار مهمیه، قابلیت ظرفیت تعویض کاتیون یا همون کاتیون اکسچنج کپاسیتی رو دارن که توی اسلایدهای بعدی خدمتتون میگم که این خاصیت اصلا چی هست. رس‌ها به گروه‌های اصلی زیر تقسیم میشن. رس‌ها زیر مجموعه همونطور که گفتم شیمی بسیار پیچیده‌ای دارن و زیر مجموعه‌های بسیار زیادی هم دارن، ولی به طور کلی به این 5 تا زیر گروه تقسیم میشن: کائولینیت، ایلیت، کلورایت، اسمکتایت و آتاپولجایت و سپیولایت. مهمترین و معمولترین رس تجاری مورد استفاده در گل حفاری بنتونایته. در واقع از بنتونایت توی صنعت حفاری بسیار استفاده میشه. بنتونایت عمدتاً از یک کانی معدنی به نام سدیم مونتموریلونیت تشکیل شده و در واقع بنتونایت یه زیرمجموعه از مونتموریلونیته که قسمت اعظمش رو سدیم مونتموریلونیت تشکیل داده. حالا میخوایم ببینیم که در واقع وقتی به رس آب اضافه میشه چه مکانیزمی صورت میگیره. در مجاورت آب ذرات رس با جذب آب در بین صفحات و در نتیجه کم شدن نیروی جاذبه بین ذرات، لایه‌ها از هم جدا شده و در سراسر مایع پخش میشن که به این پدیده پراکندگی یا همون دیسپرژن میگن. این پدیده باعث افزایش تعداد لایه‌ها و مساحت سطح اونها و نتیجتاً افزایش ویسکوزیته آب میشه. همچنین این لایه‌های رسی با پخش شدن در سراسر محلول یک حالت فیلتری رو به وجود میارن و مقدار صافاب گل رو کم میکنن. حالا میخوایم روی ساختمون مونتموریلونیت که گفتیم بنتونایت زیر مجموعه مونتموریلونیت یکم فوکوس کنیم. کانی مونتموریلونیت ساختمانی شبیه به ساندویچ دارد و از 3 لایه به ترتیب سیلیکا SiO2، آلومینا Al2O3 و دوباره سیلیکا تشکیل شده. یک ذره رس در حقیقت از تعداد زیادی از این ساندویچ‌ها که مانند یک دسته کاغذ روی هم قرار گرفتن ساخته شده است. توی اسلاید بعدی شکلش رو میارم خدمتتون که قشنگتر جا بیفته واسهتون. ببینید این در واقع یه مونتموریلونیته که از لایه‌های مختلفی تشکیل شده. هر کدوم از این لایه‌ها که تحت نیروی جاذبه به هم وصل شدن از یه سری زیرلایه تشکیل شدن که گفتیم این زیرلایه‌ها یه لایه سیلیکا، یه لایه آلومینا و یه لایه دیگه سیلیکا هستن و آرایش در واقع فضایشون به این شکله که خود سیلیکون ها یا سیلیکا ها یه SI دارن با 4 تا اکسیژن دورشون و به صورت یه هرمی آرایش فضایشون شکل گرفته و آلومینه ها یه آلومینیوم در وسط و 6 تا اکسیژن دورش و به صورت یه 4 وجهی در اومدن.
حالا خود مونت موریلونیت ها به دو تا زیر مجموعه مونت موریلونیت سدیومی و مونت موریلونیت کلسیومی تقسیم میشن. خب حالا تفاوت این دوتا در چیه؟ صفحات روی ذرات رس دارای بار منفی است. از صفحات روی بار منفی داره که ابری از کاتیون های مثبت، کاتیون های دو ظرفیتی و یک ظرفیتی اطراف این بارهای منفی رو گرفتن. اگر این کاتیون که در واقع اطراف صفحات روی رو گرفته سدیم باشه بهش میگن مونت موریلونیت سدیومی. اگه این کاتیون کلسیوم باشه بهش میگن مونت موریلونیت کلسیومی. پس تفاوتشون توی کاتیونه. بنتونایت سدیومی رو وایومینگ بنتونایت و بنتونایت کلسیومی رو زیر بنتونایت یا همون ساب بنتونایت هم میگن. نکته: سدیم بنتونایت در حدود 10 برابر حجم اصلی خود و کلسیم بنتونایت در حدود 2 تا 4 برابر حجم اصلی خود در آب شیرین باد میکنند. به عبارت دیگر نوع اول که سدیم بنتونایت در آب شیرین 4 برابر کلسیم بنتونایت که نوع دوم متبلور و متورم میشه. خب این ناشی از چیه؟ این اختلاف ناشی از تفاوت نیروی جاذبه کاتیون هاست، چون کلسیم دو بار مثبته ولی سدیم یه بار مثبته و طبیعتا کلسیم دو بار مثبت جاذبه بیشتری بین صفحات ایجاد میکنه. به همین دلیل چون ما حجم بیشتری از سیال رو میخوایم، پس سدیم بنتونایت واسه ما بسیار مفیدتره و بسیار بیشتر استفاده میشه توی صنعت حفاری و به خصوص سیال حفاری. توی این اسلاید میخوایم راجع به خاصیت بسیار مهم کانیهای رسی یعنی همون CEC یا ظرفیت تبادل کاتیونی یا کاتیون اکسچنج کپاسیتی صحبت کنیم. این CEC به چه صورته؟ اگه شکل سمت چپ رو مشاهده کنید ببینید این در واقع ساختار از لایه‌های مونت موریلونیته که یه صفحه سیلیکون، یه صفحه آلومینا و یه صفحه دیگه از سیلیکون تشکیل شده. توی این صفحات همونطور که گفتیم عنصر آلومینیوم وجود داره. خب حالا این آلومینیوم توی محیط میتونه با یه سری کاتیون دیگه مثل Mg دوباره مثبت اکسچنج بشه. در واقع این CEC یا کاتیون اکسچنج از همین مبحث میاد که در واقع یون آلومینیوم میتونه با یونهای دیگه‌ای جاشو عوض کنه. ببینید آلومینیوم 3 بار مثبته در حالی که Mg 2 بار مثبته. به خاطر این اکسچنج شدن آلومینیوم با Mg 2 بار مثبت که اون 3 بار مثبته ولی این 2 بار مثبته، اصطلاحاً یه بار منفی القا میشه به این صفحات رس. این بار منفی که القا میشه به صفحات رس باعث میشه که یونهای مثبت دیگه یا همون کاتیون هایی مثل Na مثبت، کلسیم دوباره مثبت و کای مثبت رو جذب کنه که بیشتر همون Na مثبت و کلسیم دوباره مثبت رو جذب خواهد کرد. خب حالا بسته به این که سدیم رو جذب میکنه و یا کلسیم رو جذب میکنه ما سدیم مونت موریلونیت و کلسیم مونت موریلونیت رو خواهیم داشت. در واقع سازوکار این CEC به این صورت خواهد بود که خدمتتون گفتم. حالا اگه شکل سمت راستی رو مشاهده کنید توی این قسمت بالاییش یه ابعادی از خود صفحات رس رو خدمتتون آوردم. ضخامت صفحات رس در حد 10 تا 12 آنگسترومه در حالی که عرضشون در حدود 1 تا 2 میکرونه. پس در واقع عرض صفحات رس خیلی خیلی بیشتر از قطرشون و ما میایم از همین عریض بودن صفحات رس توی سیال حفاری استفاده میکنیم. خب حالا این صفحات رسه یا همون بهتره بگیم یک کانی مونت موریلونیته وقتی با آب ترکیب میشه در واقع چه نتیجه میده؟ وقتی که با آب ترکیب میشه در واقع قطرات آب میان بین این صفحات قرار میگیرن. اگه کلسیم دوباره مثبت باشه
در واقع به دلیل اینکه 2 بار مثبته و بار الکتریکی قوی تری داره، نسبت به NI مثبت جاذبه بیشتری اعمال میکنه و در واقع صفحات رو نمیذاره زیاد از هم جدا شن. پس به همین دلیل ما میایم از سدیم مونت موریلونید بیشتر استفاده میکنیم. پس این شکل سمت راستی 2 تا نکته مهم داشت. یکی این که عرض صفحات رز بسیار بیشتر از قطرشونه و 2 این که آبی که توی بین این صفحات قرار میگیره اگه در واقع سدیم مونت موریلونید داشته باشیم و سدیم جذب بشه، فاصله این صفحات بسیار بیشتر از حالتی که کلسیم مونت موریلونید رو داشته باشیم. برای کانی‌های رسی یه خاصیتی تعریف میشه به اسم بازده یا یلد. به تعداد بشکه‌های گل با ویسکوزیته 15 سانتی-پویز که میتواند توسط 1 تن رز ساخته شود، بازده اون کانی رسی گفته میشه. برای مثال بازده بنتونایت در حدود 100 BBL به ازای 1 تن است. این یعنی چی؟ یعنی اگه بیایم 1 تن بنتونایت رو توی آب حل کنیم، به ما 100 بشکه گل با ویسکوزیته 15 سانتی-پویز خواهد داد. 1 تن هم معادل 907 کیلوگرمه. نکته: لایه‌های رس در یک سیال حفاری ممکن است به 3 حالت نسبت به هم قرار گیرند. حالت اگریگیشن چجوریه؟ لایه‌های کانی رسی مانند ورقه‌های یک کتاب روی هم قرار بگیرند. حالت دیسپرشن لایه‌های رسی به صورت مجزا از هم در آب پخش شده باشند در حضور آب تازه که هم زدن به این امر کمک میکنه. در واقع حالا جلوتر هم خدمتتون میگیم که کانی‌های رسی مثل بنتونایت رو حتما باید توی فرش واتر یا آب تازه اصطلاحاً پخش کنن که به صورت کامل پخش بشن و لخته نشن. فلاکیولیشن کانی‌های رسی تماس لبه به لبه یا لبه به بدنه با هم داشته باشند. این پدیده در اثر برهم خوردن تعادل باری صفحات رسی به وجود می آید. یعنی چی برهم خوردن تعادل باری؟ یعنی مثبت شدن بار منفی دور بنتونایت. توی اسلاید بعدی شکلش رو خدمتتون آوردم واسه اینکه بهتر براتون جا بیفته. همونطور که گفتیم اگریگیشن یعنی به صورت صفحات یک کتاب روی هم قرار گرفته باشن. دیسپرشن یعنی در واقع در آب تازه حل شدن و کاملا از هم جدا شدن و پخش شدن. و فلاکیولیشن هم یعنی تماس لبه به لبه و یا تماس لبه به بدن خواهند داشت. اینجا هم دیفلاکیولیشن رو خدمتتون آوردم که توی فصل مربوط به افزودنی‌ها خدمتتون میگم که اگه یه همچین مشکلی پیدا کنیم یه سری ماده میزنیم واسه اینکه به حالت اولیه برگردن. تا اینجا راجع به شیمی رسا خدمتتون گفتیم. از اینجا به بعد وارد مبحث انواع سیالات میشیم و زیر مجموعه سیالات پای آبی، پای نفتی و پای گازی. عمده ترین سیالات مورد استفاده در صنعت حفاری سیالات پای آبی هستند. پس ما بیشترین استفاده رو از سیالات پای آبی میبریم نسبت به سیالات پای نفتی و گازی. این سیالات چرا؟ این سیالات معمولاً ساخت و تهیه آسان و نگهداری ارزانی دارند. متشکل از 2 فاز اصلی هستند: فاز مایع و فاز جامد. فاز مایع که در اینجا آب است. آب بعضی مواد رو به صورت محلول و بعضی دیگه از مواد رو به صورت معلق در خود نگه می‌دارد. فاز جامد چیه؟ شامل مواد جامد و افزایه‌های شیمیایی است که درصد حجمی اونها از 1-2% شروع میشه توی گل‌های با مواد جامد کم
و ممکنه تا 50% هم برسه واسه سیالات بسیار سنگین. فاز جامد خودش مرکب از دو قسمته: جامدات فعال و جامدات غیر فعال. جامدات فعال چیه؟ جامداتی هستن که توی آب پخش میشن و شامل انواع رس‌های طبیعی، رس‌های تجاری، رس‌های محلی و محلی ویژه هستن. مانند بنتونایت. ما وارد جزئیات نخواهیم شد که اینا چه تفاوتی با هم دارن. فقط در همین حد بدونید که مثلا رس‌هایی مثل بنتونایت جزو جامدات فعاله. جامدات غیر فعال چیان؟ این جامدات از نظر شیمیایی خنثی و بی‌اثر هستند و با آب واکنش نمیدهند. در واقع غیر فعاله. مثل چی؟ مثل مواد وزن افزا که توسط گلشناس و در واقع به عمد وارد سیال حفاری میشه و یا جامدات ناخواسته مانند خرده‌های حفاری شن، سنگ آهک و دولومیت که در واقع در حین حفاری لایه‌های زمین به صورت ناخواسته وارد سیستم میشه. نکته: به طور کلی حفاری در طبقات سطحی زمین با آب معمولی شروع میشه. در واقع توی عمقای نزدیک به سطح با آب معمولی شروع میکنن و با چندین بار چرخش آن در چاه برخی از کانی‌های روسی موجود در سازندهای در حال حفاری به اون آب اضافه میشه و باعث افزایش ویسکوزیته آب و بهبود خواص رئولوژیکی میشه. توی عمقای پایین‌تره که ما معمولاً مجبوریم گل با یه سری خصوصیات خاص درست کنیم و یه سری افزودنی‌های مختص رو بهش بزنیم. آبی که در ساختن گل‌های حفاری آبی مورد استفاده قرار می‌گیرد ممکن است یکی از انواع زیر باشد: آب شیرین، آب شور، آب سخت و یا آب نرم یا آب سبک. آب شیرین چیه؟ میزان کلورید سدیم کمتر از 10,000 ppm و سختی کمتر از 120 ppm. آب شور چیه؟ شوری بالای 10,000 ppm رو بهش میگن آب شور. آب سخت چیه؟ دارای یون‌های کلسیم و منیزیمه. آب نرمم که فاقد این یون‌های کلسیم و منیزیمه. این عددا رو لازم نیست حفظ کنید و تا حالا توی کنکورم ازشون سوال نیومده. خب حالا به یکی از زیر شاخه های سیالات پای آبی یعنی نان اینهیبیتیو فلویدا میپردازیم. این نوع سیالات نمیتوانند از تورم شیل جلوگیری کنند یا همون کلی سویلینگ. پس در واقع در مقابل کلی سویلینگ هیچ مقاومتی از خودشون نشون نمیدن. همونطور که گفتیم شامل 4 نوع نان اینهیبیتیو فلویدا. کلیر واتر، یک سیال حفاری ایدئال که در ابتدا سرعت حفاری بالایی دارد ولی با اضافه شدن کنده های حفاری سرعت پایین می آید. برای جداسازی جامدات از ته‌نشینی استفاده می کنند. در واقع جامدات وارد این سیال کلیر واتر میشه و با استفاده از ته‌نشینی میان ازش جدا می کنن جامدات رو. میان از یه سطح ته‌نشینی بزرگ برای این کار استفاده می کنن و از مواد پلیمری برای کلوخه کردن و از لایم یا همون آهک برای افزایش سرعت ته‌نشینی بهره میگیرن. نوع بعدی این سیالات نیتیو یا نچرال ماده. ترکیب آب با سازندهای حفاری شده مانند رز که باعث افزایش ویسکوزیته و بهبود انتقال کنده‌های حفاری میشه. همونطور که از اسمش پیداست یک گل طبیعیه که به صورت طبیعی ساخته میشه. آب با سازندهایی که در واقع ما مجبوریم حفاری کنیم ترکیب میشه که این سازندها هم حاوی رز هستن و همچین سیالی رو به وجود میارن. نوع بعدی بنتونایت واتر. حاصل پراکنده شدن بنتونایت در آب شیرین سیالی است با توانایی خوب در حمل کنده ها، سرعت حفاری خوب و کنترل مناسب صافا. سیال بنتونایتی معمولاً برای حفاری حفره‌های سطحی استفاده میشه. در واقع به این نوع گل بهش میگن اسپادمات. اسپادمات گلیه که از ترکیب آب شیرین و بنتونایت تشکیل شده و برای حفره‌های سطحی نزدیک به سطح زمین در واقع استفاده میشه.
و نوع چهارم از این نوع سیالات نان اینهیبیتیو لیگنایت یا لیگنوسولفونایت هستند که برای حفاری بسیاری از سازندها مناسبند. نکته مهم در سیال بنتونایتی کیفیت آب بسیار اهمیت دارد. همونطور که توی چند اسلاید قبلی گفتیم یکی از پارامترهای انتخاب سیال همون کیفیت آب است. یونهای کلراید، کلسیم و منیزیم در هیدراسیون بنتونایت نقش بسزایی دارند. از کربنات سدیم یا اسم دیگرش سودا اش یا همون Na2CO3 برای کاهش یون کلسیم و از هیدروکسید سدیم یا اسم دیگرش سود سوزآور یا کاستیک سودا یا همون NaOH در pH 9.7 برای کاهش یون منیزیم استفاده میشه. این نکته مهمیه. پس از سودا اش یا فرق نمیکنه Na2CO3 یا کربنات سدیم، این ستا یه ماده برای کاهش یون کلسیم و از هیدروکسید سدیم یا سود سوزآور یا اسمای دیگرش برای کاهش یون منیزیم استفاده میشه. این نکته رو حتما باید حفظ باشید، خیلی نکته مهمیه. حالا هر جور که دوست دارید یه مخفف چیزی بعدش بذارید که یادتون نره. مثلا میتونید اینجوری در نظر بگیرید که سودا اشک، یعنی سودا اشک، اینجا یک کاف اضاف کنید که در واقع سودا اشک برای کاهش یون کلسیومه. اینجوری از خاطرتون نخواهد رفت. اگه این نمودار سمت چپی رو مشاهده کنید ببینید با اضافه شدن نمک یا یون کلسیم یا همین یون هایی که گفتیم، حالا نمک شامل زیر مجموعه مختلفی مثل یون کلراید یا کلسیم و منیزیم اینا میشه، در حالت کلی با افزایش مقدار شوری آبمون ویسکوزیته‌ای که بنتونایت درست میکنه به شدت کاهش پیدا میکنه و در واقع ما با اضافه کردن بنتونایت میخوایم ویسکوزیته گل حفاری رو افزایش بدیم. پس با شور شدن آب مورد استفاده توی گل حفاری این مسئله با مخاطره مواجه میشه و در واقع ویسکوزیته به شدت پایین میاد که تأثیر منفی خواهد گذاشت. این نکته هم خدمتتون بگم که این اسما هم حتما باید حفظ باشید. در واقع ممکنه از هر کدوم از این اسما توی تستا استفاده کنن. مثلا شما باید بدونید که کاستیک سودا یعنی همون NaOH. البته جلوتر هم توی فصل مربوط به افزودنی های گل حفاری خدمتتون میگم که هر کدوم از این مواد چه کاربردهای دیگه‌ای هم خواهند داشت. به طور کلی از فرمول زیر برای ساخت گل حفاری در عمق‌های ابتدایی استفاده میشه. میایم آبو به علاوه بنتونایت به علاوه NaOH یا همون کاستیک سودا میکنیم برای کاهش یون منیزیم و همچنین تنظیم pH. بنتونایت رو در حد 20 تا 30 پوند به ازای یک بشکه میزنیم. NaOH هم به مقدار بسیار کمی در حد 25 صدم تا نیم پوند به ازای هر بشکه اضافه میکنیم. در صورت نیاز به وزن بیشتر تا 75 PCF از نمک میدونید که آب طبیعی یا در واقع فرش واتر چگالی 62.4 PCF رو داره. حالا ما اگه بخوایم تا 75 PCF وزن گلمون رو بالا ببریم میایم معمولا از نمک استفاده میکنیم و اگه وزن بالاتر از اونی هم بخوایم تا حدود 135 PCF از بارید که یه نوع ماده وزن افزاس استفاده میکنیم که مجددا توی بخش مربوط به افزودنی ها خدمتتون میگم. دسته بعدی مربوط به سیالات پای آبی یا واتر بیس مادها اینهیبیتیو فلوید ها هستند. این دسته از سیالات موجب به تأخیر انداختن تورم شل میشن. پس در واقع آماس شدن یا تورم شیل رو به تأخیر میندازن. دستیابی به این ویژگی از طریق حضور کاتیون ها به ویژه سدیم، کلسیم و پتاسیم میسر شده است.
به طور کلی یون کلسیم یا پتاسیم و یا ترکیبی از این دو بیشترین خاصیت بازدارندگی تورم شیل رو دارن. پس در واقع وقتی از گل شور استفاده میکنیم تورم شیل رو یه جورایی به تأخیر میندازیم. به خاطر اینکه منبع اصلی این کاتیون ها از نمک هاست، دفع اونها هزینه بره. ببینید بعد از اینکه از گل حفاری یا حالا سیال حفاری استفاده کردیم، بعد از اتمام کار باید اینا دور ریخته بشن، ولی این سری از سیالات اینهیبیتیو به دلیل اینکه نمک دارن خب واسه محیط زیست مضرن، باید یه سری تصفیه اینا روشون انجام بشه که دفعشون رو هزینه بر میکنه. نوع بعدی زیرشاخه واتر بیس مادا پلیمرها هستند. شامل موادی با مولکول‌های بزرگ است که بسته به اینکه کاتیون‌های بازدارنده دارد یا خیر، هم میتونن بازدارنده تورم شیل باشن و هم نباشن. پلیمرها برای مواردی مانند افزایش ویسکوزیته، کنترل فیلتراسیون و ضد منعقد کننده جامدات استفاده میشن. راجع به اینا هم توی فصل بعدی صحبت خواهیم کرد بیشتر. پایداری دمای پلیمرها حداکثر تا 400 درجه فارنهایت است. در واقع این یکی از معضلات استفاده از پلیمره که واسه دماهای بیشتر از 400 درجه فارنهایت این پلیمرها تجزیه میشن و کارهای خودشون رو از دست میدن و نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. خب تا الان راجع به سیالات پای آبی حرف زدیم. الان میخوایم بدونیم که سیالات پای روغنی چیه یا اویل بیس مادا. اگر فاز پیوسته سیال حفاری یک مایع هیدروکربوری باشه بهش میگن گل پای روغنی. از این گونه گل‌ها بیشتر برای حفاری ماس سنگ‌ها استفاده میشه. خب چرا حفاری ماس سنگ‌ها؟ حفاری از میان ماس سنگ توسط آب خالص موجب انبساط و ازدیاد حجم رس موجود در ماس سنگ‌ها و نتیجتاً مسدود شدن منافذ سنگ میشه. به طور کلی توی ماس سنگ‌ها حجم رس زیادی وجود داره و به همین دلیل برای جلوگیری از تورم این رس‌ها میان از گل‌های پای روغنی استفاده میکنن. روغن فشار هیدروستاتیکی کمتری نسبت به آب خالص و آب نمک ایجاد می‌کند که علت اون هم چگالی کمتری است که نفت خام نسبت به آن دو دارد. چگالی کمتری داره، پس فشار هیدروستاتیکی طبیعتاً کمتری هم ایجاد میکنه. معمولاً در سیالات پای روغنی از گازوئیل 2 یا همون گازوئیل شماره 2 به عنوان فاز روغن در این گل‌ها استفاده میشه که علت آن خواص گرانروی خوب، اشتعال پذیری پایین و حلالیت کم لاستیکه که میان از گازوئیل 2 استفاده میکنن. حالا چرا حلالیت کم لاستیک؟ ببینید در مسیر گردش سیال حفاری یا بهتره بگیم گل حفاری قطعات لاستیکی مختلفی از جمله بیوپی وجود داره و خود سیالات پای روغنی معمولا حلال لاستیکن، باعث خوردگی لاستیک میشن. پس باید از یه سری سیالات روغنی خاص استفاده کنیم که در واقع باعث خوردگی این لاستیکا نشن. نکته بسیار مهم، ببینید همونطور که گفتیم یکی از زیر مجموعه های سیالات پای روغنی اینورت امولسیون ماد یا امولسیون معکوسه، گل امولسیون معکوسه. حالا توی این اسلاید باید این دوتا ترم رو از هم تفکیک کنید حتما. اویل امولسیون ماد و اینورت امولسیون ماد. اویل امولسیون ماد چیه؟ نفت در داخل آب امولسیفاید شده، اسمش هم با خودشه، اویل امولسیون شده داخل گل. در واقع آب فاز پیوسته است، پس این نوع سیال جزو سیالات پای آبی است. اینورت امولسیون ماد چیه پس؟ برعکس حالت قبلی است و آب به صورت امولسیون در نفت حل میشه. پس امولسیون معکوس آبی که داخل نفت امولسیون شده، پس جزو سیالات پای روغنیه. مقدار آب ممکنه تا 40% هم بالا بره، از این نظر مشکلی نداره و در هر صورت
سیال اصلی، سیال پایه‌ایمون همون سیال پای روغنیه یا همون نفت. تذکر: در برخی عملیات مانند عملیات تکمیل چاه ممکنه تنها از گازوئیل به عنوان سیال حفاری استفاده شه و در واقع آبی توش زده نشه. نکته: هنگامی که قرار باشد آب به صورت امولسیون در نفت حل بشه، یعنی چی؟ یعنی بخوایم امولسیون معکوس استفاده کنیم که زیر مجموعه سیالات پای روغنیه، باید از 2 افزودنی زیر استفاده کنیم. امولسیفایر برای جلوگیری از به هم پیوستن قطرات آب و ته‌نشینی اونها و به صورت امولسیون درآوردن آبهای وارد شده از سازن به داخل سیال حفاری. امولسیفایر اصلا چیه؟ توی فصلهای بعدی هم مفصلا راجع بهش صحبت خواهیم کرد، ولی در همین حد بدونید که امولسیفایر وظیفه اصلیش تشکیل یه امولسیون پایداره. ببینید اگه امولسیفایر زده نشه توی سیستم، به سیستم اضافه نشه، قطرات آب به هم میپیوندن و در واقع ته‌نشین میشن و آبی توی نفت حل نخواهد شد. همونطور که میدونید سیالات آب و نفت غیر قابل امتزاج پذیرن. پس برای اینکه هم آبی که خودمون میزنیم توی گل حفاری و هم آبی که از سازند وارد سیال حفاری میشه در واقع یه امولسیون پایداری رو تشکیل بده، میان از امولسیفایر استفاده میکنن. افزودنی بعدی که زده میشه چیه؟ ماده شیمیایی ترکننده معکوسه. وظیفه‌اش چیه؟ به منظور پوشاندن ذرات جامد موجود در گل توسط نفت به جای آب. ببینید ذرات جامدی که ما حفاری میکنیم، در واقع ذرات زیر سطحی، عمدتاً آب دوستن و اگه یه ماده شیمیایی ترکننده معکوس نزنیم به سیال حفاریمون، یه سری مشکلات واسمون ایجاد میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه ذرات رسی فعال توسط آب هیدراته شده و ویسکوزیته سیال رو به شدت بالا میبره. چون در واقع ذرات رس آب دوسته، میاد به آب وصل میشه و برامون دردسر آفرین میشه. پس برای جلوگیری از این فرایند ما میایم ماده شیمیایی ترکننده معکوس میزنیم و میاد این ذرات جامد رو که در اصل آب دوست هستن یه جورایی نفت دوست میکنه. توی این شکل پایینی هم در واقع مکانیزم رو مشاهده میکنید، مکانیزم کارایی امولسیفایرها. ببینید این سفید رنگایی که میبینید قطرات آبه که توی بستر نفت در واقع پخش شدن توسط امولسیفایر. حالا اگه اینو بخوام بزرگ نمایی کنیم توی شکل سمت چپ، ببینید این ذرات امولسیفایر میان به از یه سرشون میان به واتر وصل میشن و از سر دیگهشون میان به اول وصل میشن و با این آرایش باعث پایدار شدن امولسیون میشن. به منظور کاهش خطرهای احتمالی در برخی مواقع به جای گازوئیل، مثلا خطر آتش سوزی، به جای گازوئیل از سیالات سنتزی مانند استرها و اترها استفاده میکنن که به اونها سیالات مصنوعی یا سنتزی یا شبه پای روغنی میگن که اینا هم در واقع زیر مجموعه همون سیالات پای روغنی هم. به طور کلی از سیالات پای روغنی به دلیل قیمت گران اولیه و مسائل کنترل آلودگی و محیط زیستی و اینا کمتر استفاده میشه و به صورت رایج در موارد زیر از اون استفاده میکنید. توی یه سری حالات خاص صرفاً از سیالات پای روغنی استفاده میشه. چه شرایطی مثل حفاری های عمیق با گرمای زیاد، دما بالاتر از 300 درجه فارنهایت باشه، حفاری نمک، پتاش یا همون پتاسیومی، کارنالایت، انایدریت و شیل های فعال و چاه های حاوی H2S و CO2 برای کنترل خوردگی، چون در واقع این H2S و CO2 با آب واکنش میدن. حفاری هایی که استفاده از گل با پایه آب موجب ایجاد خسارت میشه، مانند نواحی بهره‌ده، مانند عملیات مغزگیری
ببینید توی حفاری نواحی بهره‌ده اگه از گل پای آبی استفاده بشه وارد سازند میشه و بعدن که بخوایم ازش تولید کنیم تولید پایینی رو به ما میده. پس میایم از سیالات پای روغنی استفاده میکنیم. توی حفاری‌های جهت‌دار و آزاد کردن گیر روله به خاطر خاصیت لوبریکانتی که داره و توی سازندهای ضعیف با فشار منفذی پایین، همونطور که گفتیم سیالات پای روغنی فشار هیدروستاتیکی کمتر ایجاد میکنن و واسه اینکه سازند نشکنه میایم از سیالات پای روغنی به جای سیالات پای آبی استفاده میکنیم. توی این جدول یه سری از مزایا و معایب سیالات پای روغنی رو آوردم خدمتتون. از مزایاهاش میتونیم به خواص رئولوژیکی خوب در دماهای بالا حدود 500 درجه فارنهایت اشاره کنیم، خاصیت اینهیبیتیو بیشتر نسبت به گل‌های با پایه آب که همون بحث تورم شل و اینا، مقاوم در مقابل انواع خوردگی، دارای خاصیت روغنکاری عالی و کاهش چگالی گل. از معایبش میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم. یکی اینکه قیمت گران اولیه‌ای داره، مشکلات ایجاد آلودگی در محیط زیست رو داره، لزوم فرآیندهای پیچیده برای جبران گل از دست رفته. در واقع توی جاهایی که گل لاس میشه به داخل سازند مجبوریم دوباره فرمول نویسی کنیم و افزودنی‌های مختلفی به سیال حفاری واسه ایجاد رئولوژی مورد نظرمون بزنیم و که این دردسر آفرین خواهد بود. تشخیص سخت گاز همراه با گل به خاطر حلالیت اون در گل. ببینید وقتی که گز پکت ها رو داریم توی سازندامون، گل حفاری پای روغنی میاد این گاز رو در خودش حل میکنه و وقتی توی خودش حل میکنه ما نمیتونیم این گاز رو تشخیص بدیم و ممکنه بعداً به کیک و یا صدمات جانی منجر بشه. کاهش تاثیر ابزارهای بررسی تغییرات گل. ببینید اکثر ابزارهای نمودارگیری توی محیطهای پای آبی انجام میشه چون گل پای روغنی میاد روی خوندن اطلاعات این لاگ ها تاثیر منفی میذاره. توی این اسلاید مقایسه‌ای بین سیالات پای آبی و پای نفتی رو به صورت شماتیک خدمتتون آوردیم. ببینید اویل بیس مادا این خط قرمز رنگ، واتر بیس ماد این خط آبی رنگ. این هم خصوصیات مختلفیه که هر کدوم از سیالا میتونن داشته باشن. در واقع اگه بیایم مثلا به مبحث لوبریکیتینگ و روانکاری اشاره کنیم، ببینید اویل بیس ماد ها روانکاری بهتری از خودشون نشون میدن. ریت آف پنتریشن توی سیالات پای روغنی بهتره عمق نفوذمون. اگه از نظر environment protection بگیم در واقع بحث آلودگی اینا سیالات پای آبی بهترن و اگه از نظر مقاومت در برابر آلودگی ها بخوایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم سیالات پای نفتی بهترن. از لحاظ مباحث خوردگی و اینا خدمتتون گفتیم که یکی از محاسن سیالات پای نفتی بود و سیالات پای نفتی بهتره. از نظر پایداری دمایی دوباره سیالات پای نفتی مقاومت خوبی رو از خودشون نشون میدن. در مقابل رزروای دمیج، آسیب هایی که ممکنه به سازند بزنن یا همون مخزنمون تقریبا زیاد تفاوت ندارن، ولی به صورت کلی واسه نواحی بهره‌ده ما میایم از سیالات پای نفتی بیشتر استفاده میکنیم و توی مبحث شیل استابیلیتی هم که خدمتتون گفتیم توی اسلایدهای قبلی قطعا سیالات پای نفتی بهتر عمل میکنن. خب توی آخرین بخش از فصل دوم
میخوایم راجع به سیالات پایه‌گازی یا همون نیوماتیک مادا حرف بزنیم. اصلا کجاها از سیالات پایه‌گازی استفاده میکنیم؟ جهت حفاری در سازندهایی که بسیار سخت و یا به علت هرزروی‌های شدید و فشار پایین امکان استفاده از سیالات پایه آبی یا روغنی وجود ندارد استفاده می شود. مقدار فاز مایع در این حالت کمتر از 2.5% است. تجهیزات این نوع سیال با تجهیزات سیالات پایه آبی و روغنی متفاوته. بارزترین تفاوتشون هم اینه که در واقع باید یک کمپرسوری وجود داشته باشه که گاز رو فشرده کنه و به داخل چاه تزریق کنه. گازهایی که به عنوان سیال حفاری از آنها استفاده می شود عبارتند از هوا، متان، نیتروژن و دیوکسید کربن. در عمل گازی که استفاده میشه هواست. چرا؟ چون سبک، ارزونه و در دسترسه. حالا میخوایم راجع به انواع سیالات پایه‌گازی صحبت کنیم. ببینید توی برخی از رفرنس ها یه سری از این سیالات رو جزو زیر مجموعه سیالات پایه‌گازی در نظر گرفتن. یه سری از رفرنس ها هم این کار رو نکردن و اومدن به صورت جدا اینو بحث کردن و گفتن زیر مجموعه سیالات پایه‌گازی نیست. ولی حالا به خاطر تشابهی که وجود داره ما کلا این 4 تا زیر مجموعه رو به عنوان زیر مجموعه سیالات پایه‌گازی معرفی میکنیم و خدمتتون میگیم که توی بعضیاشون ممکنه فاز پیوسته گاز نباشه. اینو دقت کنید. خب همونطور که گفتیم توی اسلاید ابتدایی مربوط به این فصل سیالات پایه‌گازی یه سری زیر مجموعه دارن. مثل چی؟ مثل گل هوادیده یا aerated mud. در این نوع به گل حفاری هوا زده شده است و وزن آنها کمتر از گل حفاری است. هوا از طریق کمپرسور متراکم شده و به گل تزریق می شود. در این حالت گل که فاز پیوسته است. چرا؟ چون میگیم گل هوا دیده. یه گل بیسه که ما بهش هوا میزنیم. به این صورت. گاز خشک یا درای گس یا داستینگ. در سازندهای سختی که احتمال برخورد با آب یا نفت وجود نداره میایم از گاز خشک استفاده میکنیم، چون در واقع اگه سیال آب یا نفت وارد گاز خشک بشه کلا کارایش رو مختل میکنه. حالا چرا بهش میگن داستینگ؟ چون کنده های حفاری رو به صورت گرد و خاک از چاه خارج میکنه و خروجی به صورت گرد و خاک. نوع بعدی سیالات پایه‌گازی مهگونه یا همون مه یا میسته. در این نوع آب را داخل جریان هوا حل میکنن. ببینید آب را داخل جریان هوا حل میکنن. پس بیس چیه؟ بیس همون هواست و کنده های حفاری به صورت مه از چاه خارج میشود. و نهایتا نوع چهارم کف یا همون فومه. کف علاوه بر خاصیت تمیز کنندگی حفره چاه، کیک نازکی برای دیواره چاه ایجاد می کند و تا حدی سبب پایداری دیواره چاه میشه. این نوع سیال بیشتر در سنگ‌های پایدار استفاده میشه. در این حالت فاز پیوسته کف و آبه. پس دقت کنید توی سیالات کف یا همون فوم فاز پیوسته کف و آبه و هوا نیست. توی این شکل مشاهده میکنید که آروپی سیالات مختلف رو با هم مقایسه کرده. به طور کلی هر چقدر که سیال سبکتر میشه به دلیل کاهش فشار روباره یا اووربردینگ روی خود سازندمون آروپی بیشتر میشه. اصطلاحاً وقتی که این فشار گله روی خود سنگ نیست، سنگ خودش منفجر میشه. یعنی به محض اینکه شما یکم متر رو میچرخونید خود سنگ میشکنه و خورد میشه و دیگه لازم نیست که شما انرژی زیادی واسه حفر چاه متحمل بشید. همونطور که اینجا مشاهده میکنید در واقع اگه گل حفاریمون پای آبی باشه آروپی یا نرخ نفوذ بسیار کمی داریم و همونطور که به سمت چپ میریم آروپی بیشتر میشه
گسیفاید فلوید، فوم، میز و در نهایت گاز که گاز بالاترین نرخ نفوذ رو داره. ببین اینجا هم دقت کنید که میز از فوم نرخ و نفوذ بیشتری داره چون در واقع سبکتره. فوم گفتیم که فاز پیوستش کف و آبه و در واقع بیسش همون کف و آبه، پس سنگین تر از میز. یه سری مزایا و معایب راجع به سیالات پایه‌گازی. از مزایاش میتونیم به کاهش آسیب به سازند بگیم. چرا؟ چون در واقع وزن سبکی داره و سیال زیاد به داخل سازند نفوذ نمیکنه. نبود خطر گیر اختلاف فشاری یا دیفرنشیال استیکینگ که توی حفاری 1 خوندید، ولی حالا ممکنه جلوتر من راجبش یکم بحث کنم جهت یادآوری. افزایش نرخ نفوذ و سرعت حفاری همونطور که گفتیم و کنترل لاس سیرکولیشن. طبیعیه که چون فشار در واقع فشار هیدروستاتیکمون کمتره، لاس سیرکولیشن کمتری داریم. از معایبش میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم. پایین بودن چگالی و عدم توانایی در حمل قطعات درشت حفاری. در واقع تمیزسازی خوبی ممکنه انجام نشه. نیاز به تجهیزات ویژه‌ای از جمله کمپرسور و یه سری تجهیزات دیگه. در دریا نمیشه استفاده کرد چون در واقع یه سری تجهیزات خاصی لازمه واسه این گونه سیالات و احتمال افزایش قطر چاه به دلیل نبود کیک گل. سیالات پایه‌گازی طبیعتاً چون در واقع حالت مایعی ندارن کیک گلی تشکیل نمیدن و از این نظر باعث ناپایداری دیوار چاه میشن. 2 تا نکته راجع به سیالات پایه‌گازی. نکته اول، سیالات پایه‌گازی برای عمق‌های بیشتر از 10,000 فوت استفاده نمیشن. چرا؟ زیرا تجهیزات سطح الارضی قادر به گردش حجم هوای مورد نیاز برای خارج کردن کنده‌های حفاری نیستن. در واقع این توانو ندارن که برای عمق‌های بیشتر از 10,000 فوت هوا رو بفرستن. نکته دوم، هرگاه بخوایم به گل هوا اضافه کنیم باید از فورانگیر ویژه‌ای به نام روتیتینگ هد BOP استفاده کنیم که به دور کلی پیچیده شده و با آن میچرخد و از خروج هوا با فشار جلوگیری میکند. در واقع نمیذاره که هوایی که به داخل چاه تزریق میکنیم از سمت کلی به بیرون نفوذ کنه. بیشتر از این راجع به این نوع از BOP ها صحبت نمی کنیم، فقط در همین حد بدونید که باید از یه فورانگیر ویژه‌ای توی این نوع سیالات باید استفاده کرد. خب حالا بریم با هم چند تا تست بزنیم. ظرفیت تبادل کاتیون یا کاتیون اکسچنج کپاسیتی یا همون CEC گل حفاری در چه مواردی به ما اطلاعات میدن؟ ما گفتیم که CEC جزو خاصیت کانی‌های رسیه و در واقع یه ویژگی از کانی‌های رسیه که به تعداد کاتیون هایی که میتونن اکسچنج بشن، میتونن جابجا بشن با کاتیون اصلی توی کانی رسی گفته میشه. پس در واقع اینجا گفته در چه مواردی به ما اطلاعات میدن. میزان تهاجم گل به داخل سازند ربطی نداره. قابلیت انتقال خرده های حفاری اصلا ربط نداره. CEC گفتیم که بحث کانی‌های رسیه. گرانروی گل و استحکام ژل اینا رو بعداً خدمتتون میگیم که اصلا ربط نداره به این. و 4 مقدار کانی‌های رسی موجود در گل حفاری و میزان فعال بودن آنها. کاملا گزینه صحیح خواهد. پس گزینه صحیح گزینه 4. گفتیم که CEC هم مربوط به کانی‌های رسیه و توی فصل مربوط به آزمایش گل حفاری میگیم که هر چقدر CEC بالاتر باشه یعنی رس در واقع فعالتره، یعنی کاتیون های بیشتری میتونن با آلومینیوم جابجا بشن. حالا توی مونتماریلو این تکه بخوایم بگیم. پس تست راحتی بودی. گزینه 4 پاسخ صحیح.
تست بعدی: کدام یک از موارد زیر جزو مزیت‌های گل‌های پایه نفتی یا همون اول بیس مادان نیست؟ خواص روانکنندگی بالا هست، کاهش هزینه‌ها، قطعاً گزینه 2 پاسخ صحیح. ما گفتیم این که از معایب گل‌های پایه نفتی اینه که هزینه ساخت و نگهداریش خیلی بالاست. گزینه‌های دیگه هم بررسی کنیم. خواص رئولوژیکی مناسب در دمای بالا، بله جزو مزیتاشه. کاهش تورم ذرات و شن بخصوص شیل، بله اینم جزو مزیتاشه. پس پاسخ صحیح گزینه 2. تست بعدی: کدام گزینه در مورد سیالات حفاری پای گازی صحیح است؟ گزینه اول: میست پراکندگی ذرات فاز گاز در فاز مایع می باشد. خیر، گزینه اشتباهیه. چرا؟ میست گفتیم همون مهگونه یا مه و مه پراکندگی فاز مایع بود توی فاز گاز، پس در واقع برعکس این درسته. گزینه دوم: فوم یا همون کف پراکندگی ذرات فاز مایع در فاز گاز می باشد. این هم اشتباهه. چرا؟ چون گفتیم توی کف فاز پیوسته همون چیه؟ همون کف و آبه. پس در واقع پراکندگی فاز گاز توی فاز مایعه و برعکس این ترم درسته. پس در کل این گزینه هم گزینه اشتباهیه. 3. در شرایط یکسان سرعت حفاری با میست بیشتر از فومه. گزینه کاملا صحیحه. ببینید من رجوع کنم به اون اسلایدی که خدمتتون گفتم. توی این شکل پایینی همونطور که مشاهده میکنید گفتیم که هر چقدر به سمت چپ میریم سیال سبکتر میشه و نرخ نفوذ یا آروپیمون بیشتر میشه و همونطور که میست سبکتر از فوم پس آروپیش هم بیشتره. اینو همیشه خاطرتون باشه که میست یا مه بیشتر سمت گازه، یعنی در واقع بیشتر به گاز متمایله، ولی فوم یا کف همونطور که گفتیم فاز پیوستش کف و آبه بیشتر به سمت سیالات پای آبی یا بهتره بگیم پای مایع تمایل داره. پس طبیعتا این سنگین‌تره و آروپی کمتری داره. پس همونطور که گفتیم پاسخ صحیح گزینه 3. گزینه 4 چی میگه؟ به 2 دسته میست و فوم تقسیم بندی میشه. خیر، سیالات پای گازی مثلا یکیشون هم درایگسه که خدمتتون گفتیم. پاسخ صحیح پس همون گزینه 3 خواهد بود. این اسلاید آخرین اسلاید از فصل دوم بود. خسته نباشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.